هفته خبر تو خبر داره براتون از وضعیت الاکلنگی عظما که یکی به میخ میزنه یکی به نز تا شاید بتونه همراه با زهرخوری باندهای مختلف نظامش رو زیر عباش نگه داره. از یه طرف برای چپ نشدن میز مذاکرات اینو میگه کار بکنن، هر کس هر تلاشی بلده انجام بده. ما هم موافقیم، بارها هم گفتیم از همه کسایی که در بخش‌های مختلف خارجی داخلی ابتکار دارند و حرکت دارند و تحرک دارند ما دفاع میکنیم، دفاع صمیمانه و واقعی، نه دفاع سوری. از طرف دیگه برای اینکه دلواپس ها رو خر کنه و بگه من هم هنوز با شمام اینو میگه اینایی که برای تئوریزه کردن سازش و تسلیم و اطاعت در مقابل زورگویان، برای اینکه اون رو تئوریزه کنن، نظام رو متهم میکنن به جنگ طلبی یا به تئوریزه کردن جنگ، اینها دارن خیانت میکنن، دروغ میگن. سیدعلی فکر میکنه شیر مالیدن سر این خرمهره های دلواپس به همین سادگی هاست که این یارو میکنه. Remember, Banten kalam 1, 2, 3, ha? 1, 2, 3. Where? Shoot. Every packet. Copy. Okay. Copy, ha? Copy, oh. Kalam 1, 2, 3. 1, 2, 3. اما شکاف عبای ولایت بیشتر از اونه که با این چیزا رفو بشه و کار به جایی رسیده که تو صحن علنی مجلس چیزهایی از باند رقیب رو میکنن که بیا و ببین. همین الان ورود عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده است. طرف رشوه دهنده در اروپا محکوم شده. رشوه دو طرف داره. طرف ایرانی ما ناچاریم با اسم رمز بیاریم، بگیم مثلا جونیور. گرفتید که جونیور اسم جدید برخی آقازاده هاست که چون پدرشون از گذشته و حال و آینده همچنان در ریاست و سیاستند، خانواده کلیونی دیگه قدرت همیشگی رو نداره، پدرخونده مریضه، درسته؟ منتقدین براشون اسم مستعار جونیور رو انتخاب کردن. این گوریل دلواپس سعی کرد اسم رمز به کار ببره تا سوژه دعوا علنی نشه، ولی این سخنگوی عمامه‌دار دلواپس ها از همون جونیور نشونی هایی میده که اسم رمز تقریبا رمزگشایی میشه. آقای روحانی جیب مردم را آنها زدند که نه تنها ایستادگی نکردند بلکه 3 سال به انگلیس پناهنده شدند و در سر در پرونده هایی مانند کرسنت و استاد اویل داشتند و در مکالمات تلفنیشان با یک ضد انقلاب اقرار میکنند که با بابا تقسیم کار کردند تا به نظام فشار بیاورند. توی این گفتگوها هم یکی میاد بحث جونیورها رو یکم باز کنه، ولی چون بیرون خط قرمزهای نظامه میپیچن جلوش. کشور ما طبق قانون پولشویی کسانی که 15 میلیون بیشتر پول تو حسابشون ریخته میشه به صورت اتوماتیک او بانک موظفه این 15 میلیونی بالاتر از 15 میلیون رو به سازمان پولشویی اعلام کنه. این برای مردم انجام میشه، برای مقامات نمیان اجرا کنن. البته کار به اینجا کشید یهو برق استودیو به صورت خودجوش پرید. برق استودیو قطع شد، ما صدام قطع شد دیگه ها. نمیدونم. همزمان توی یک شبکه دیگه یه دلواپس با یه جام زهری اینجوری با هم شاخ به شاخ شدن. آی دکتر شما قبول دارین که عقل انسان دلمون نمیخواد. نه میدونم عقل نه میدونید که دلمون نمیخواد. من اینو میگم خیلی از مسئولین هر شود که وقتی حزبم میگی دنشون میگن نه خیر بنده ما شما گلو میگی نه حزب نداریم، دسته و گروه دیگه. الان گفتی نداریم، دسته و گروه. ایشون طیف و جریان سیاسی میگه. پاسخ آقای روحانی که فرمودن که احزاب مسلمیان کرکرشون هر شود که
موقع انتخابات بالاست بعد پایین گفته اتحاد حزب مردم سالاری یه حزبیه که هر روز کرکهش بالا، شما ارگان اما مشتری نداره. نه حالا شما دارید میگید. ارجمند شما که جزء دلواپسا بودید رفتید اونجا دیگه. حالا ارجمند که اشکال نداره که اینجاست که طاقت شیخ فرید تاق میشه و از وضعیت تیکه پاره نظام اینجوری میناله. دعواهای گروهی، جناحی، حزبی تا یه حدیش بد نیست. این مثل حالا اگه بگیم تعبیر نمک، من نمیخوام بکنم، تعبیر فلفل میخوام بکنم. حالا فلفل یک کمش اشکال نداره، اما همه غذا پر فلفل کنی که نمیشه خورد که. انتخابات اگه 6 ماه قبلش دعوا کنیم شروع کنیم حالا اشکال نداره، اما ما به محض اینکه انتخابات تمام میشه روز بعد شروع میکنیم دعوا شروع میشه برای انتخابات بعدی. این که نمیشه که همیشه دعوا باشه که. از اونجایی که بیشترین تأثیر این دعواها روی روحیه بدنه نظام و پاسدار بسیجی هاست، توی این برنامه اومدن همه‌شون رو به خط کردن تا این شعر رو بخونن و به خودشون روحیه بدن. اما این روحیه دادن زورکی و توخالی یه چیزی تو مایه های شلیک این آقا پسر با سلاح بدون فشنگه. تو هفته گذشته روباه بنفش اومد یه افه پوپولیستی بگیره تا شاید به یاد روزهای اول تبلیغات انتخاباتیش سر یه عده گول بماله. بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد. این هم نحوه عملی کردن همین حرفا توسط نیروهای تحت امر روحانی در انتظامی که با اونهایی که میخوان راحت باشن اینطوری برخورد میکنن. این قضیه جوانایی که میخواستن هنرپیشه بشن اما سر از ناکجا آباد در آوردن. کلیپی رو درست کردن و در فضای مجازی به هر حال پخش کردن و توضیح شده. به ما گفته بودن هیچ جا پخش نمیشه و فقط واسه شادی خودمون. ظرف 2 ساعت شناسایی شدن و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدن. من الان دارم بهشون تذکر میدم، قطعا ما این افراد رو شناسایی میکنیم و باهاشون برخورد میکنیم. موقع بگیر و ببند و دخالت در زندگی مردم پوز سرعت بالا میدن، اما وقتی به خاموش کردن آتیش و نجات جون مردم میرسه سرعت که چه عرض کنم بابا، کو حرکت. واقعا خدا شاهده. در حالی که 2-3 هفته به آغاز جام جهانی بیشتر نمونده، معلوم شد که مشکل لباسای تیم فوتبال فقط آب رفتن نبوده، بلکه اصلا کلا قلابی از آب در اومده. حالا یکی رو تو نظام پیدا کنید که جواب این فضاحت رو بده. عرض کنم خدمت شما این حرف امروز آقای وزیر درباره لباس تیم ملی فوتبال خیلی‌ها رو غافلگیر کرد. لباس‌ها کیفیتشون ضعیف نیست، کما اینکه فدراسیون هم تایید کرده که کیفیتشون کیفیت مناسبی است. همین دیروز بود که برخی از خبرگزاری‌ها نوشتن مسئولین آلشپورت رفتن سر تمرین تیم ملی فوتبال و لباس ملی پوشان رو چک کردند و فهمیدن تقلبیه. البته این نحوه پاسخ دادن ولایت مدارانه چیز جدیدی نیست. هر وقت گیر کنن حتی به خبرنگارهای خودی هم همینجوری جواب میدن. تشریف میارید یه سوال کوتاه. خیلی وقتتون نمیگیرید. شما نبودین خودتون هم توی مراسم سرود تیم ملی؟ همین سرود تیم ملی فوتبال نبودم.
ببخشید من قرار نیست به سوالی جواب بدم. عادت دارم که حداقل روزی یه بار بگم نمیدونم. شما اطلاع دارید بنده اطلاع ندارم. خبرها دیدید؟ نه خیر، همچین اطلاعی نداریم. شما خبرنگارا دارید ما رو میبرید توی عرصه هایی که تو عرصه ها نیستیم. من اصلا سرپایی مصاحبه نمی‌کنم. من هر وقت خواستم مصاحبه بکنم یه میز میذارم یه جایی تریبون میذارم وای میسم اونجا شما قشنگ سوال بکنید یکی یکی من جواب میدم. اینم یک مشنگ تاریخ در رفته که با یک جمله جونورهای نظام رو توصیف میکنه که شما باید حدس بزنید خودش مال کدوم جناحه. مرحوم اسکرآبادی. فدای امام. آقای هاشمی رفسنجانی. مردی برای همه تاریخ. آقای ناطق نوری. آقای ناطق نوری رو خیلی مشکل دارید بکنم. آقای ناطق نوری ابعاد مختلف دارم بگم که روحانی ورزشکار روحانی و وزیر موفق کشور شاید این بهتر باشه. آقای سید محمد خاتمی. این بگی نگم. آقای احمدی نژاد. فرزند آقای خاتمی، فرزند آیت الله خاتمی. آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد مردی که در آسمان ها حرکت میکنه. به نظرم تصوراتش تصورات فضایی بود. با واقعیت جامعه آشنا نبود. میرحسین موسوی. مردی که قدر نعمت نمیداند. دکتر حسن روحانی. رئیس جمهور جدید ایران. و حالا دلایلی بسیار قانع کننده برای اینکه چرا فقط سید علی روزخون میتونه تو این نظام ولی فقیه بشه و نه هیچ کس دیگه. آیت الله صافی گلپایگانی شیخ الفقها روی سر ما جا داره، اما 96 سالشون نمیتونن در جلسات عمومی حضور فعال داشته باشن تا چه رسه بخوان از ارتش و سپاه سان ببینن. سایر مراجع دیگه هم همینطور جامعیت آقا رو ندارن، سیادت آقا، فقاهت آقا، اصولی بودن آقا، مفسر بودن آقا، عارف بودن آقا، شاعر بودن آقا، شجاع بودن آقا، مدیر بودن آقا، انقلابی بودن قبل از انقلاب، انقلابی موندن آقا، صبیح المنظر بودن آقا. بله صباحت منظری که از مرجحات در نماز جماعت مگه نیست؟ از خودتون هم میدونید اگر دو تا سید هم باشن، هر دو عالمن، هر دو عادلن، پشت سر اون سیدی که خوشگل‌تره نماز، این جزء مرجحاته. متأسفانه وقتی بلبشو میشه دیگه قورباغه هم هفت‌تیرکش میشه. آدم کچل بهش میگن زلفلی، کوره میگن چراغلی، زشته. بعد ترکیبی که تا نگاش میکنی یاد چنگیز مغول میفته یوسف. کدوم یوسف؟ ثانیی. چی شد دوزایی تو دیر میفته شما؟ تو این برنامه مجری و مهمون با همدیگه مسابقه رژه رفتن رو اعصاب همدیگه گذاشتن. اول مجری اعصاب مهمان رو خط خطی میکنه، بعدش رو دیگه خودتون ببینید. نمیخوام اعتراضی داشته باشم ولی پروژه 9 سال طول کشیده، الان اومده پخش شده، بیات همه تیتر شده مرحوم. خب به چه درد می‌خوره این تیتر اصلا؟ 9 سال یه پروژه اصلا به نظر خسته کننده است. این همه کار کردیم یه دونه مرحوم نداشت. تلفن دارین؟ قبل از اینکه گوش نمیده اصلا. میگن گوش نمیده، نمیدونن که آقا تو آقا گوشی ایشون باید با ما حرف بزنه یا با شما. اگه دوربینا رو بچرخونن اون با شما صحبت. ببین من چقدر تمرکز دارم که در لحظه ذهنمو تقسیم کردم به 5 جا. نه جواب خب من چی گفتم؟ سوالی نپرسیدین که جواب بدم. آقای عفیفه چی شد الان؟ آقای عفیفه الان برگردی من بهتون میگم. باش پیچ خورد. بفهمید چشمک هم میزنه. نه چشمک نه، چیزه باید بذارین. آیا چوبی بود میدادن اونجا؟ این چوبه رو ندادن. شما حالا پیش دستی هم نداری؟ نه خب بیا من نگه میدارم، تو بخور بعد تو نگه دار من بخورم. بیا منم که تعارف نه من نگه میدارم تو منم نمیخورم، راحت بشین. من نگه میدارم تو ما یک همکاری داشتیم. ما یک همکاری داشتیم با آقای مهام، سریال کاراگاهان رو بهش اشاره کنیم. کار استاد بسیار عزیزم. آقا در مورد کار شما دارم توضیح میدم. من حواسم هست. سریال کارگاهان با من همکاری داشتیم. من حواسم هست. کار استاد عزیزم آقای حمید لبخنده جزء کارهای دست شما در نکنه. پلی بک داریم؟ بریم اتاق فرمان؟ نه بخور بتون صحبت کن. آن پشت صحنه جاده چالوس. بله تو تبلیغ می‌کنی جاده چالوس هم میشه بین پایتخت این کارا سریالم به خدا یه گروه واقعا بدون تعارف دوستان میدونن. نه برای ما این نشست ما رو کارای ماست، ما رو کارای شماست. نه زمانی که شما هم نباشین اگه پشت صحنه کارتون پخش بشه من همین رو در مورد شما خواهم گفت. آقا من این نشست برای کارای ماست یا برای کارای ایناست؟ پشت صحنه کار شما هم پخش کردیم.
نه خب چه ربطی به این نشست برای کارهای ماست. جاده چالوس هفته گذشته هم پخش کردیم. خب میدونم این هفته هم میره. خب گفتی هر هفته میخوای بری اینو تا نه دیگه این هفته تموم میشه. من قول میدم به شما که دیگه نمیبینی. بله یه در واقع تیم بسیار خوبی دور هم جمع شدن. اینو 2 بار گفتی تا حالا. بریم با هم بخشایش رو ببینیم بعد که برگشتیم بازم توضیح میدم. بخو حالا یک جمله طلایی از حاج آقا خیارشور در مورد پیشرفت کار فرهنگی در سال فرهنگ. بسیاری از مسئولین ما، بسیاری از دستاندرکاران ما مثلا به کانال فاضلاب به فلان خیابون خیلی بیشتر اهمیت میدن تا درست دادن کانال فلان کانال تلویزیون. اینجوری کار فرهنگی نمیشه. حالا یک سوال، تو نظام ولایت فقیه چه کسی میتونه فیلمساز بشه؟ فرهنگسازی کار یه آدم بی سواد بی ایمان نیست. باید فیلمساز ما هم شناخت مذهب داشته باشه، هم خودش عامل به مذهب باشه و هم اهل خودسازی و تربیت خودش باشه، اهل زهد باشه، اهل تقوا باشه، اهل شب زنده‌داری باشه، اهل گریه و راز و نیاز باشه. خب محصول 35 سال کار اینجور فیلمسازها سینمای ایران رو در بازار جهانی فیلم کجا قرار داده؟ واقعا تو این بازار فیلم الان سینما ایران چقدر جایگاه داره شما که فعلا اگر گرد بکنیم نه اگر گرد بکنیم در واقع درآمدی که سینمای ایران از محل فروش بین‌المللیش داره صفره. تابوی نشون ندادن ساز تو تیوی ریش اونقدر مسخره است که حتی خودشون هم برای مسخره کردنش برنامه درست کردن. در انتها توجه شما رو به 2 فناوری مبتکرانه جلب می‌کنیم که میتونن در آینده صنعت و کشاورزی رو متحول کنن. یکیش این فرغون برقیه. اختراع دیگه کمباین 3 نفره. اگه اهل